د روي لاره کې دغه سوژونه خیر سره ښه تکشین ځای دی، خوندور ځای دی، مزهداره ځای دی. اصلا ټوله بامیان ډېر ښایسته ځای دی. غنم خوندي دا چې دی پوهېږې دا چیشته دوستان کچالو دي. د بامیان کچالو خو تاسو پوهېږئ د بامیان کچالو په نام دی په نوم دی.
جلسه و اتاق میتینگ از وزیر و از پاچاش و در بین هر اتاق از اینا بتاکای ریزه سابقا من که ماه نگیم میفهم قبلا بتاکای ریزه به اشکال مختلف بوده که بازو دیگه آهسته آهسته یا تخریب شد یا دزدی شد یا کار شد که بالاخره شده حال آثار از این چیزا نیست. اینطور معلومات دارین کاکاکی در ساخت کدام انجینری های در کدام کشور انجینری کدام کشور در این کار کرده؟ یا لوش خو نمیفهم خو مقصد است که نمی در ما عصر زمان بودویزم که دمی منطقه و کنفرما بوده و تمام مناطق زیر کنترل امپراتوریشون بوده. یعنی اینجا مجسمه شاه خانمش همراه دو دانه بچه‌کش مردم محلش دستک کردن اما تو کشیدن دیگه بس از یه چیزی نیست. این بود چند دانه بود در اینجا موجود است؟ این دو دانه بود. یکش 53 متر طول داره و مردش است. 35 متر طول بلندی خانمش است. دو دانه اولادکاش یکیش داره فکر طرف است. یعنی سراخان همین سراخ است که پایدار نشسته و تخریب شده و یعنی کمرکاری از نوعی که کمرکاری لوکس منظم بوده که اینجا وجود نظام یک دانه ضروری در چند شغل دیزاینر که دوست معلوم میشه بله. این 5000 سال پیش این موضوع امروز در بسیاری جای اصلی هم یا است یا نیست. یعنی چطور که دیگه نیست چطور دیزاینر شفیده اینجا وسطی نه این پولیش اینی رو دیگهش اینی که بیار نیزک شد اینی بیار این چیز یک سفیدی رو بیار چی فکر شد؟ مجسمه خود طرف فکر شد؟ از این چیزا بسیار زیاد بودن به قصه ها اما در اتاقاش که منکر شده بود باز ما تخریب شد افسیده بود فروخته شد اون جای خانه دیگه که دروازه دارم دروازه دارم ساعت فرم بلند است و اینا کلش از داخل پاریس مکمل را دارن داخل برای این دروازه داریم کسایی که در ماجرین بسیار کسایی که خانه دارن میشتن شما میگین که از اون موسر سری که است صحیح است؟ باز تا با مثلا تا به اینجا که می و تا اونو سر که کلش با یک دیگر راه داره نه تا قسمت ها ختم میشه باز جای دیگر راه شروع میشه تپه ها کم برش اما تا جایی که ارتباط دارن برای خود جا کردن اتاق پذیرایی اتاق جلسه اتاق میتینگ اتاق نشست تو گپای موضوع خیلی خراب نیست اگر ما میبریم کنشن یک بگیره رو دارم این روشن حالا که این تاریک نیست خسته کن نیست این بط مردانش است خب این 53 متر است گفتین 53 варианты вы там идет куда как یعنی منطقه که می‌بینی شار بود است در دوران پاچایی و زمانداری یعنی مردمای پرستار اینجا حکمرانی و پاچایی و طایفه ستونیشان اینجا چهار طرف از زیر قرار گرفته که محل استفاده سلطا قسم میکنه میگه چهار طرف از زیر جوی خندق بسیار کنان عو گرفته بود کسی به اینجا تعرض نکنه دشمنش مثلا شاید این بوده قلعه بست ولایت هلمند بری شاید شارزها دشمنش بوده باشه اینا با خاطر که قرار رو محافظت میکنن به خاطر از او پاچایی بود اینجا دیگه پاچایی بود شارزها دیگه پاچایی بود اونا چهار طرف خدا کرده چیز خندق عو و خندق عو بالا یک درست نامش از زمان خوش دستر دکانی از بالای دکانی یک جای پیدا کرده بودن که یعنی زمین جای یک قسمت جای سور زده بودن سر مزدور کنن از زیر زمین آوردن به از خندق کسی خندق قطع نکنه از بسیار راه باز بالاخره بزن بکنن فکر میکنم که سمتر از دختر ازی بچه یک پاچای دیگه که دختر از او گنده میشه و جور میشه
باز بالاخره چطور چیکار که چرا کنیم نزدیک ببین باز میگه که تو برو فلانی جای دقت مشته باشه فلانی جای زیر درخت اونجا هم کم کم دورک میکنم اونجا رو بند کن دیگه خندق رو تو براتش خط است کسی پاچایی از اینو پاچایی قلا به قلا اونو به خاطر یک دختر رفت کل پاچایی کل پاچایی دختر نظام پاچایی پدر خودم به پروان داد بچه پاچایی میکنه باز قلعه بست ولایت هلمند کی است کاکا جان و هم اینمی قسم است ما بین قلعه است باز چهار دو بغل قلعه را اندک یا گرفته و اینجا خود نزدیکش دریای هلمند است از همین دریای هلمند بسیار راحت این هم شارزاد او یک پاچایی دیگه بوده منتها این نظام پاچا کلگیشان به طور عموم بود پرستاست تاریخشان با مراتب بیشتر است از قبل از ظهور اسلام خب نسبت به بدبختی که داشتن قلا در قلا پاچایی داشتن